الان ببین من پیک ندارم، عملا نمیتونم پیک بدم، باید اینجوری بیام بیرون. اما اگه پیک رو فعال کنید. سلام برای بچه گل یوتیوب، حالش میشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید از چنل خودتون. برای بچه داخل این ویدیو اومدیم که به چند تا نکته بپردازیم در مورد پیک و غیره، مثلا اینکه چطور خودتون رو کش کنید و خیلی تنظیمات دیگه که داخل گیم خیلی به درتون میخوره. اولین چیزی که به درتون میخوره اینه که بدونید مپ تمرینی کجاست تا بهترین سنس رو برای خودتون بچینید و سری تنظیمات رو درست کنید. واسه اینکه به داخل مپ تمرینی شما پایین لودات رو میزنید. خب بعد اینجا که زدید رو گانتون میزنید که گان رو عوض کنید. بعد اینجا مودیفای رو میزنید. خب وقتی این رو زدید وارد این بخش میشید که اتچمنت گانتون رو میخوای بچینید. خب یعنی مپ تمرینی اینجا رو اینو میزنید و اوکی میزنید و بعد وارد مپ تمرینی میشید. برای بچه این مپ تمرینیه. خب حالا میخوام چند تا نکته در مورد مپ تمرینی بهتون بگم. مپ تمرینی عملا میتونید تا حساب هم تمرین کنید و اصلا فاصله دور هم بزنید. شما میتونید مثلا تمرین کنید که فاصله دور رو بزنید. کدوم گانتون میتونید فاصله دورتر و کدوم گانتون میتونید فاصله نزدیک رو بزنید. الان این گان UMP منه که میبینید واسه فاصله دورم اوکی، ولی واسه فاصله نزدیک خیلی بهتر میزنم. دیگه نگاه کنید بدون اسکوپ هم خیلی اوکی میزنه. میتونید اگه خواستید میتونید این اتچمنت های من رو بردارید و ازش استفاده کنید. برای یه ویدیو هم در مورد اتچمنت به زودی 2 روز آینده میذارم. حالا بریم سراغ بحث اصلی، اینکه چطور اینو فعال کنیم. خب ببین میگم پیک، اینکه شما خودتون رو کش کنید و اینطوری خیلی بهتر میتونید انمی‌ها رو بزنید و کمتر عملا دمیج بخورید، چون فقط سر شما از دید انمی معلومه و بقیه بدن شما پشت کاوره. خب برای در وهله اول شما وارد ستینگ میشید. اینجا بخش کامبات، خب اینجا ایم اسیست رو میبینید. ایم اسیست رو همیشه آن کنید، این غیر فعال شد بعضیاتون، این همیشه آن کنید. بعد بخش کنترل اینجا این اف، خب اینو آن میکنید، اینجوری. وقتی این رو آن کنید این واسهتون فعال میشه. ببین مثلا الان اینو خاموش میکنم. بیا الان ببین من پیک ندارم، عملا نمیتونم پیک بدم، باید اینجوری بیام بیرون. اما اگه پیک رو فعال کنید اینطوری میتونید پیک بدید و آسان تر انمی رو بزنید. خب حالا بریم سراغ این که بعضی نمیخوان اینطوری وایسن، میخوان وقتی دستش رو گذاشتن اینطوری بمونه، وقتی دستش رو برداشتن بکنه و دیگه پیک نگیره. واسه اینکه شما وارد ستینگ میشید، اینجا اینو میذارید رو هولد. خب ببینید وقتی گذاشتم رو هولد، وقتی دستمو بردارم اینو کی خودش چیز میشه، میبینید اینطوری. حالا دیگه بستگی به خودتون داره، منم بیشتر اینطوری پلی میدم. حالا ببینید به این شکل میتونید ایزی بزنید، وقتی دستتون بردارید خودش اینجوری اوکی میشه، اصلا کارتون تو صاف میشه. خب این بخش این بود. وقتی رو اینم بذارید که تو هر دو تا آلتش عمل میکنه، همینطوری هم وقتی دستتون رو چیز کنید اینطوری. ببینید اگه بار بزنید اوکی خودش وای میسته، اگه بخواید اینطوری میتونید نگه دارید، وقتی دستتون هم بردارید خودش برداشته میشه. وارد ستینگ میشیم، دوباره اینو رو هولد میذاریم. بعد الان میاین سمت بخش پایینتر، لام پیک اوتو ADS. اون این رو این تقریبا شما اینطوری آن کنید عملا. خب وقتی اینو آن کنید شما وقتی پیک میگیرید اسکوپ هم میگیره. ببینید وقتی من دست به اسکوپ نمیزنم، خب این اصلا میگیرم خودش اسکوپ میگیره، یه همچین چیزیه. این بعضی هم میتونن استفاده کنن، بعضی هم استفاده نکنن، دوست ندارن. من خودم اینو آف میکنم. میریم بخش پایینتر، ژیروسکوپ هم احتمالا خیلیتون میدونید چیه. خب ژیروسکوپ یعنی اینکه شما بدونید که دستتون بذارید رو صفحه خودش اینجوری تکون میخوره. خب وقتی اینو آف کنید صفحه تیش تکون نمیخوره، فقط با دست میتونید صفحه رو تکون بدید. میشه چطور؟ خب من چون بیشتر با ژیروسکوپ خیلی پلی دادم و خیلی بلدم، با ژیروسکوپ پلی میدم. و تنظیمات مهمش همینا بود. می داخل هم بخش خب اینجا تقریبا این میبینید چیه؟ اینو مثلا رو شما دیسیبل آل میذارید. خب وقتی شما بیاید اینو رو انیبل آل بذارید یعنی فعال شد، یعنی وقتی شما مثلا بخواید تیر بزنید اسکوپ میگیره. خب تیر بزنید اسکوپ میگیره عملا، که این کار چندان اوکی نیست. مثلا شما میخوای طرفو بزنی عملا چند ثانیه طول میکشه تا مثلا این اسکوپ رو بگیره و بعد شروع کنه به تیر زدن. اما وقتی شما بخواید اینو روی دیسیبل آل بذارید شما اصلا نیاز نیست اسکوپ بگیرید، همین که بزنید اصلا شروع میکنه به تیر زدن. شما میتونید اسکوپ بگیرید و درجه تیر بزنید، اصلا
اصلا شما یه مرحله جلوتر از زنه میید. خب وقتی این کارو بکنید اما نگاه کنید مثلا درج میاد تو صورت تو، شما تا این اسکوپ بخواید مثلا اسکوپو باز کنید با این بعد بزنید خیلی طول میکشه. شما عملا اینطور تیر میزنید و طرف میمیره و شما مثلا خیلی دست برتری دارید. این از این تنظیمات مهم برای بچه تا اینجا همینا بود. اگه یه چیز دیگه هم جا انداختم دیگه ببخشید، اگه سوال داشتید حتما داخل کامنت ها بگید، منم این در مورد اونم یه ویدیویی میسازم و کامل بهتون توضیح میدم. خاصی در مورد کلا مپ تمرینی هم میسازید توضیحات بهتون میدم که بیشتر با اینجا آشنا بشید. مثلا اینجا چیه یا مثلا با اینجا ها میشه چی کار کرد، مثلا کل در مورد کلا این فضای اینجا مثلا یه سری توضیحات بهتون میدم، مثلا این چیه، با اینا میشه چی کار کرد، چطور حتی بتونیم هیل اینا رو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم و خیلی چیزای دیگه بهتون توضیح میدم. برای بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، ساب، کامنت اینا یادتون نره. عشقای من، دمتون گرم. حالا بس تا ویدیوهای آینده.